درود بر دوستان گرامی. لسون 17 از آموزش زبان فرانسوی رو دنبال میکنیم. 10 رو که گفتیم دیکس مینویسن دیس میخونن و 7 رو گفتیم سپت مینویسن ست میخونن. ببین بچه من وقتی میگم ست ات، این ای که میگم ای دهنبازیه، یعنی حالت دهنباز میشه، یا ای حالت عادیه. ست ا بازه. پس دیس ست یه خط فاصله یا خط تیره در واقع میفته وسطش و به معنی 10 7 یعنی 17 در واقع. این صدای سه میده. ست. درس 17. در این درس میخوام 4 تا صدای خیلی مهم که تا الان یه مقدار کار کردیم، بعضی مواقع حالت مشابه به کار بردیم، این صداها رو میخوام تفاوتشون رو الان بهتون بگم. یعنی یه تفاوتی قائل بشیم بین صدای مثلا ا و ا یو و ا یو، باز یه حالت دیگهش باز مثلا بعدش ر باشه، یا مثلا او رو که داشتیم او دهن بستگی هست و این ا آ یو هم گفتیم صدای او میده. این او دهن مثلا دلو او دهن حالت اوی بسته بهش میگن، یعنی دهن واقعا گرد میشه. یعنی اوی هم داریم که اوی خیلی بسته نمیشه بچه، دهن باز بهش میگن. که اینا رو این دوتا هم این تفاوت این دوتا هم باید بعداً بگم، ولی الان که خیلی واسم مهم هست که شما حتما بدونید حالت عادی صدای صداش چطوریه. گفتیم شما همینجوری که میگید ای رو تبدیل کنید به او، اینجوری میگیم خیلی راحته. د مثلا د این صدای میده. خب این بعضی مواقع معمولا آخر بخش یک کلمه بیفته، تو بخش بیفته، صدای این رو میده. وقتی بین دو تا بخش باشه، مثلا بعد این اگه مثلا بعد این اگه ر باشه دیگه، این در میشه بخش اول، یه چیز دیگه اینجا میاد میشه بخش دوم. بنابراین دیگه بعدش دیگه صدای نمیده، صدای حالت همون میده، یا ممکنه صدای بده. به هر حال این صدای اصلیش ولی هست. خیلی راحت گفته میشه. این میشه دو اون تاس دو کافه، حالت ضمیر ملکی هست، حالت ملکی میده، به کسری اضافه میده. ولی دی ای یو ایکس، این بچه این ای و یو در این حالت من فکر میکردم قبلا همون صدای ای رو میده، همین صدای ای رو میده. ولی این صدای هست. ببینید در این حالت ای و یو زبونتون میخوره پشت دندونای جلوتون، یه حالت کشش و انقباضی توی زبون ایجاد میشه، او رو میگیره میکشه طوری که وسط زبون انگار یکم حتی خم میشه میره بالا، از بس یه حالت کشش توش به وجود میاد، یه حالت انقباض. و این حالت دهنم کامل لبام قنچه میشه. ولی این ای رو دقت کنید، خیلی راحته ولی این کشش تو زبون ایجاد میکنه. ولی این الان من نمیخوام شما اینو دقیق بخواید تلفظ کنید، مهم فقط اینه که این تفاوت رو توی صحبت که میکنن این تفاوت رو بتونید حس کنید تو کلمات، تو واژه‌ها. این تفاوت اگه بتونید اینو حس کنید بعداً براتون خیلی زیبا میشه. الان این بود، این بود. یا این بعد یه چیز دیگه هم داریم که حالت مثلا این یعنی ساعت هست، اچ اول که بیاد اچ خونده نمیشه، اش خونده نمیشه، و این چون بعدش غ میاد معمولا این صدای همون صدای میده. این حالت دهن یکم بازتره، انگار دارید مسخره بازی در میارید. مثلا اگه پ ای یو باشه میشه پر یعنی ترس. خب پس یه صدا داریم یه صدا داریم یه صدا داریم این خیلی وقتا توی زبان روزمره اینو حذف میکنن، نمیشنوید. مثلا NAUF صدای چی میده؟ این صدای این AU فرق میکنه و این AU وقتی پشتش معمولا ر باشه این صدای میده، کم باز میشه، کم حالت انگار دارید مسخره بازی در میارید. خب پس این سه تا خیلی مهم هستن که بدون معمولا با این سر و کار داریم بچه‌ها.
در درس‌های قبل حتما یادتون هست گفته بودم که ما با نوشتار استاندارد جهانی باید آشنا بشیم که این صداها چطوریه، چون اونجوری که نوشته میشه خونده نمیشه، صداهاش فرق میکنن. مثلا چندین صدا هستن که نوشتارشون خیلی مهمه بچه‌ها. شما ممکنه بعداً گفتم که من هدفم اینه که شما رو به جایی برسونم که خودتون برید داخل زبان، خودتون بتونید خود به خود پیشرفت کنید، مستقل باشید. یکی از اون صداهایی که مهم هست و اون علائمی که مهم هست این د، این اش اینجوری نوشته میشه بچه‌ها. ای برعکس خیلی مهمه. پس اگر من مثلا یک کلمه رو یا یه واژه رو تلفظش رو نمیدونم، میتونم این نوشتنش رو ببرم اونجا، سایتی که الان بهتون نشون میدم بذارم و این حالت نوشتارش رو ببینم این صدای چیه. این خیلی کمک میکنه. و یکی صدای ای یو او که صدای این حالت هست، یه حالت مثل فی هست، حالت اینجوری داره که میشه د نف. حالا اگه نف رو بخوام اونجا برم چیز کنم تو این سایت بدم، حالا بهتون میدم که چطوری میشه. ببینید باید اینجوری بشه. حالا من اینو کپی کنم. باید در واقع به نظر من چون این صدای او میده، این صدا رو میده، اینجوری نوشته بشه. باید اینجوری نوشته بشه. حالا بریم چک میکنیم. این هست این ای و یو که صدای اوی هست که گفتیم حالت مسخره بازی، اسمشو من اینجوری گذاشتم. این حالتش اینجوریه، او و ای چسبیده به هم. این ستا رو خیلی مهمه که بدونید. و حالت ای دندبازی بچا اینجوریه، حالت تشدیدی است که اون دندوناش سمت راستن اینجوری. ببین الان دیس ست، ببینید بخشش هم با نقطه نشون میده، خیلی مهمه. دیس ست ات. حالت ای عادی اینجوریه بچه‌ها. حالا اونم کار میکنیم میبینیم. پر. حالا بریم تو اون سایت، بریم تو سایت. خب ویکشنری هست در واقع. کپی کنم اون سایت رو زیر ویدیو هم میذارم لینکشو. این سایت هست، میریم داخلش. خب این قسمتش بخش سرچ داره. الان شما تو ویدیو نمیبینید، من الان اینجا مینویسم. ولی مثلا مینویسم پر. این صدای او و ای که کنار هم میاد. ببینید میاد پای، میبینید اینجا نوشتارش اینجا هست. پ اون او و ای رو ببین چسبیده به هم، یعنی صدای حالت مسخره بازی اسمش گذاشتیم پر. حالا من میام یه چیزی که مینویسم n a u f نف. گفتیم این صدای او هست. او صدایی هست که اون زبون میاد پشت دندون، کشش انقباض ایجاد میشه. حالت چه ببینید. خب میبینیم که ما اشتباه کردیم بچه‌ها. این صدای بوده. نف نیست، نف هست. مثل این حالت خونده میشه. ببینید کجا بود؟ اینجا. پس این الان من اشتباه گفتم. این خوبیش اینه که اینجا میفهمیم اشتباه بوده یا نبوده. در واقع صدای اینه، مثل انگار که این اف و ر قبلشون ا و یو باشه، صدای همین این او مسخره بازی رو میده. نف. دیدید؟ خب این خیلی الان کمک میکنه. پر هم گفتیم د، ولی این دیگه حتما این صدای اینجوری هست، هست. نشونتون بدم. د یو ایکس. میبینید؟ د. مثلا بنویسم پارله فعل هست، درسته؟ ببینید پار بخش اول، بخش دوم ل. ببینید این اش ای تشدیدی نیست که بیایم بگیم پارله دهن باز شه. ببینید حالت عادی. این خیلی مهمه. شما حتی میتونید یه چیز خیلی مهم، صرف اینا رو هم ببینید. اینجا ببینید مثلا تو اول شخص صرف اینا رو ببینید. je parle، ببینید این هست parle. ببینید به ل خط شده. خوبیش اینه که شما صرفش هم میتونید با تلفظ ببینید و راحت بفهمید. مثلا پارلس گفتیم ای و اس خونده نمیشن. ببینید این صداش حالت وای میذارن اینجا. ببینید توی این تلفظ، توی این قانون پارل. به همین ترتیب مثلا من بنویسم comprendre. خب یعنی چی؟ ببینید اوی تو دماغی ها بچه یه آ بالاشون هست. ببین من الان بیا اینو بزنم، کل جدولش اینجا هست. این جدول خیلی مهمه. ببین ای عادی اینجاست، ای اینجاست،
یکی دو تاشون هم هست شبیه هستن، زیاد نمیخواد همه اینا رو یاد بگیری. من چیزایی که خیلی مهم هستن یادگیریشون بچا اینان. یکی این ای هست، یکی این ای برعکس، یکی این تشدیدی است که دهن باز میشه، یکی این هست مسخره بازی اسمش گذاشتیم، یکیشو این هست ای عادی که خیلی مهمه، یکیشون هست که زبون میاد پشت دندونا، کشش ایجاد انقباض میشه تو دهن، تو زبونا سخت‌تر از اینه گفتنش. یکی هست که حالت وای میذارن، یکی صدای او هست او یه حالت مثلا دوز که گفتیم یعنی 12، اوی بلند مثل خودمون، او آمد او رفت، حالتش اینجوریه. اینا حالا این زیاد مهم نیست، مهم این چند تایی بود که گفتم. این حالت تو دماغی هم اینجاست، میبینید بچه‌ها، این دون اوی تو دماغی، این دون آیه تو دماغی، و تو دماغی کجا داریم دیگه؟ اینم ای تو دماغی است بچه‌ها. اینجا یه حالت همینه ولی بالاش یه کلاه داره اگه میبینید. این صرفا الان من بهتون گفتم که همچین چیزی هست، خیلی کمک میکنه، ولی نباید غرقش بشید بگید من الان باید همه رو یاد بگیرم. هر از گاهی که من یه تلفظ مثلا ما میگفتیم نف ولی این نف بود خب اینا رو اگه ندونیم میریم اینجا نگاه میکنیم از این به بعد که خیلی خوبه. مثلا من بخوام کتر گفتیم این که این اوه بعد از که میاد خونده نمیشه، این آ هست، این ت هست، اینم اغ هست. کتر میرم مثلا نگاه میکنم، بفرمایید کتر یه بخشم هست. مثلا آبو بزنم ای آ یو هست، صدای چی میده بچه ها؟ گفتیم صدای او میده. آب رو زد، فقط یه او زده اینجا و این او یه بسته است در واقع. ببینید اینه کلوز زده، ببینید بسته است بچه ها، او هست. او یه اوی دیگه هم داریم که مثلا اینو بخونیم موتور، این اغ هست، میبینید ای یو صدای میده، اوی مسخره بازی موتور. اینم اوش صدای او نیست، ببینید موتور نیست، موتور. این او رو باید بفهمیم، این دوتا او رو که بعدا میخوام کار کنم. الان فقط شکلاشون رو اینجا میبینید، اینو اینجوری مینویسه، اینو حالت اینجوری مینویسه، این حالت انگار بازه، میبینید این بسته است. خب همین چند تا رو یاد بگیرید کافیه، بقیه رو خود به خود یاد میگیرید. گوش کردن هم خیلی مهمه. الان مهم نیست که شما تلفظ رو دقیق بگید، مهم اینه که تو گوش کردن بفهمید اینجا این تو دماغی شد، اینجا این او تو دماغی، آی تو دماغی. تو دماغی گفتیم آ دارن بالاشون، و صدای دهن بازی، صدای ای عادی، صدای این صدای این صدای این و اینا رو یاد بگیرید کافیه. میرید بالا میبینید که یواش یواش همه رو یاد گرفتید. و صرف فعلا هم گفتیم، جاشو بهتون گفتم چطوری میرید پیدا میکنید که صرفاشون حتی با اون API با علائم استاندارد جهانی هم میتونید حتی ببینید. این خیلی کمک میکنه. تا درس بعد au revoir. بذارید مثلا au revoir رو برم اینجا بنویسم. این او هست دیگه، درسته؟ حالت ای آیو هم صدای او میده، او یه بسته، او دهن گرد میشه. این ببینید رو افتاد، ای افتاد آخر یه بخش، رو این صدای او میده. حالت چی میده؟ ای برعکس میشه. الان باید ببینیم voir. خب ببینید این او رو آیو صدای همون او مثل آبه، هیچ فرق نمیکنه تلفظش. ببینید ایش برعکس شد. voir این و voir هم اینجوری می‌نویسه. اینا مهم نیست. او و آی گفتیم صدای وا میده که اینجوریه، اونا مهم نیستن. اینم گفته او یا اینطوری هم ممکنه بشه. یعنی بعضی جاها ممکنه تلفظ طوری باشه که این او نشه، اینو بگن voir، یعنی خوش بسته نشه. می‌بینید تلفظا مختلف ممکنه باشه، ولی این به نظر من درست تره، یا بیشتر گفته بشه، دقیقاً نمیدونم. ولی به هر حال ممکنه بعضی جاها دو تا تلفظ داشته باشیم و ممکنه بعضی جاها هم تلفظ داده نشده باشه. خب au revoir.